إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ایها الإخوة والأخوات، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید به برنامه نوی قصه پیامبران. در برنامه گذشته درباره نبی خدا نوح علیه السلام سخن گفتیم. او 950 سال قومش را دعوت کرد. با او کسی ایمان نآورد. بعضی ها گفتند 30 و چند نفر ایمان آورد. بعضی ها گفتند 80 و چند نفر ایمان آورد و هزارها مردم دیگر با او کافر شدند. با این وجود او صبر میکرد. با تمام وسیله و در همه حالت قومش را دعوت میکرد. حتی خداوند با او وحی فرستاده بود که هیچ کس به تو ایمان نمی آورد و دری توبه بسته شده است. خداوند با او وحی فرستاد تا اینکه کشتی بسازد. نوح علیه السلام با همراه قومش در صحرا زندگی می‌کردند. برای چی کشتی را در صحرا بسازد؟ این فرمان خداوند است. گفت خدایا چگونه کشتی بسازم؟ از چی بسازم؟ خداوند با او یاد داد تا درختی بکارد. او سالیان زیاد به کاریدن درخت مشغول بود تا اینکه درختانش کلان شدند. خداوند به او بریدن درختان را نشان داد. مردم در گرد و اطرافش دور می‌زدند. می‌گفتند چی شده است نوح را؟ ما را به دین خدا می‌خواند، به عبادت خداوند دعوتمان می‌کرد. بر ضد عبادت‌های ما بود. اکنون این همه را ترک کرده است. به درختکاری و دوریدگری مشغول شده است. کارش با چوب و ترخ شده است. چیکار می‌کرده باشد این نوح؟ چرا این کار را می‌کرده باشد؟ می‌آمدند و او را مسخره می‌کردند. سپس خداوند او را تعلیم داد تا چوبها را با میخ بالای هم بچسباند. به ساختن کشتی بزرگی در صحرا شروع کرد. مردم نزد او آمده می گفتند ای نوح، آیا تو دیوانه شده ای؟ ما را به سوی دینت دعوت می کردی، نصیحتمان می کردی، تعلیممان می دادی و مایان به تو ایمان نه آوردیم. اما تو در این صحرا به ساختن کشتی مشغول شده ای. این را تنها دیوانه ها می کنند. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. می خندیدند، مسخره می کردند، مزاح می کردند، به دیوانگی تهمتش می زدند. اما نوح علیه السلام صبر می کرد. بلکه نوح به آنها می گفت روزی می رسد که در روبروی خداوند قرار می گیرید. بعد آنجا می بینیم که چگونه می خندید. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. مردم سالیانی دراز در تعجب بودند. به این مرد چی شده باشد؟ در زمینی که دریا ندارد در آن کشتی می سازد. در زمینی که بحر ندارد تنها کوه است و صحرا. در چنین مکان نوح علیه السلام زندگی می کرد. چی رخ داده است؟ چی می گذرد؟ مردم مسخره می کردند، مزاح می کردند، بلکه نوح علیه السلام را دیوانه خوانده بودند. وقالوا مجنون وازدجر. کشتی ساخته شد. کارش تمام شد در صحرا. پس خداوند به او وحی فرستاد ای نوح، علامتی است. وقتی که پیدا شد تو و کسانی که ایمان آوردند به کشتی سوار شوند. خداوند به نوح علیه السلام گفت این تنور را میبینی؟ این تنور را میبینی که از آن آتش میبراید؟ هرگاه که از آن آب برآمد بدان که این همان علامت است و عذاب خداوند نازل می شود. ای نوح، تو و کسانی که ایمان آوردند به تو سوار کشتی شوند. قصص نور قصص قصص نور قصص
ظل نوح علیه السلام منتظر علامت بود. العلامة کدام علامت؟ همان تنور. مراقب او بود که کی از آن آب می براید. علامت نمایان شد. نوح علیه السلام دانست که عذاب فرود می آید. شتابان به سوی کسانی که ایمان آوردند رفت و به آنها گفت که به کشتی سوار شوند. مردم به آنها نگاه می کردند. چی شده است آنها را؟ دیوانه شدند؟ آیا سوار کشتی می شوند که در صحرا است؟ اهل ایمان سوار کشتی شدند. خداوند به تمام حیوانات وحی کرد، چی نرینه و چی مادینه، از هر جنس حیوانات نرینه و مادینه را. حیوانات نیز به کشتی سوار شدند. پرندگان در آن بودند. اهل ایمان نیز همه در کشتی جمع شده بودند. في هذه السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله زیرا که علامت نمایان شد، زیرا که عذاب نازل می شود. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. اما یکی از پسرانش در آن نبود. زنش باشد چندین سال قبل وفات کرده بود. وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. مردم نگاه میکردند نوح علیه السلام را چی شده است. هنگامی که در کشتی سوار شد و خدا را شکر گفت، خداوند را ندا کرد و گفت: إني مغلوب فانتصر ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. هنگامی که اهل ایمان در کشتی سوار شدند و حیوانها با آنها بودند، پرندگان جمع شده بودند، کافران با آنها نگاه میکردند، میخندیدند. چی شده است اینها را؟ چی رخ داده است؟ آیا نوح و کسانی که ایمان آوردند دیوانه شدند؟ عذاب سر شد. آسمان گشاده شد. آب میریخت. بارانی عادی نبود، گویا آب را با ستیل میریختند. ففتحنا ابواب السماء. از آسمان باران چنان میریخت که گویا آب را با ستیل میریختند. تنها این نبود، زمین نیز چشمهایش را گشاد. آب از زمین و آب از آسمان. من السماء ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا والتقى الماء على أمر قد قدر. این هنگام کشتی بالای آب می رفت. وحملناه على ذات ألواح ودسر. اما اهل کفر در خانه‌هایشان پنهان شدند. از این بارانی که میریخت میگریختند. آب خانه‌هایشان را میپوشاند و بلندی‌ها میگریختند. تصور کنید چگونه مردم کودکانشان را میبرداشتند و میگریختند. تصور کنید مردم چگونه با بالای کوه‌ها میگریختند. از آن آبی که از آسمان میریخت و از زمین میبرآمد کم کم به طوفان تبدیل میگشت. مویسفیدان و پیرزنها، کودکان، مادران با کودکانشان، پدران با زنهایشان، با کودکهایشان، همه مردم میگریختند و فریاد میزدند. وهي تجري بهم في موج كالجبال. موجهای آب به بلندی کوه‌ها برابر شد. آیا این کوه‌ها و بلندی‌ها را می‌بینید؟ موجهای آب به این اندازه بالا شدند. مردم فریاد می‌زدند، غرق می‌شدند، می‌گریختند تا یک جای بلندی در زمین پیدا کنند. اکنون عذاب خداوند نازل شد. این قدرت خداوند است. چی فایده دیدید بعد از 1000 سال مسخره کردن به این نبی؟ برای ساختن کشتی در صحرا مسخره اش می‌کردید. اکنون به قدرت خداوند نگرید. موجها بلند می‌شدند، مردم می‌گریختند، غرق می‌شدند، اما صاحبان ایمان را کشتی اشان بالای آب است. کشتی نجات، کشتی نوح علیه السلام و کسانی که ایمان آوردند و ایمان نه آوردند مگر کمی از آنان.
خداوند حیوانها را نجات داد، اما مردمی که به او ایمان نمی آوردند غرق ساخت. آب کم کم بالا می شد. نوح علیه السلام با یارانش در کشتی بودند. خداوند آنها را نجات داد. باران می بارید، از زمین آب می برآمد تا اینکه آب به بلندی کوهها رسید و کشتی به حرکت درآمد. موجها برابر کوهها می شدند. مردم داد و فغان و زاری می کردند، می گریختند. مادر کودکش را گرفته به سوی کوهها می گریخت تا بالای آن در امان بماند. وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال. همه مردم به سوی کوهها می گریختند. در این لحظه ها نوح علیه السلام را پسرش به یادش آمد. یکی از پسرانش با نام یام او را در بین مؤمنان می جست. کجاست پسرم؟ کجاست جگرگوشه‌ام؟ آره او ایمان نآورده بود، شاید ایمانش را پنهان کرده باشد. پسرانش را می پرسید کجاست برادرتان یام؟ گفتند او با ما سوار نشد. از کشتی به سوی مردم می نگریست. یکی غرق می شد، یکی فرار می کرد و دیگری به کوهها می برآمد. ناگاه پسرش را دید، عزیز و جگرگوشه اش را دید که او دور از کافران است. کافران در یک سو و او از سوی دیگر. نوح گمان کرد که او شاید ایمانش را پنهان کرده است. و نادى نوح ابنه وكان في معزل یا بنی اركب معنا. ای پسر نزد ما بیا، به سوی کشتی بیا. یا بنی اركب معنا ولا تكن مع الكافرین. در این لحظه ها نوح علیه السلام خود را داشته نتوانست، زیرا او پدر است و او پسرش است. مهر و شفقتی که نسبت به او داشت خود را داشته نتوانسته پسرش را فریاد میکرد. لیکن در وجود پسرش کبر و سرکشی بود. در جواب به پدرش گفت قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء. مدام به سوی کوهها می برآمد. آب او را غرق نکرده بود. گفت به بالای کوهها می برایم و از غرق شدن در امان می مانم. نوح به او جواب داد، زیرا نوح علیه السلام می دانست که این باران عادی نیست، این آبهای عادی نیستند، بلکه عذاب خداوند است که می ریزد. نوح علیه السلام به او گفت قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. نوح علیه السلام مدام مراقب پسرش بود. پسرش به کوه می برآمد. تا چند بالا می رفت آب او را نیز نزدیک می شد. هرچند نوح علیه السلام صدا می کرد اما پسرش با او گوش نمی کرد و می گفت کوه مرا حمایه می کند تا اینکه آب او را نیز غرق کرد. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. چقدر غمگین شد نوح علیه السلام برای پسرش، ولیکن این عذاب الهی است و شفاعت بر پسر نبی هم نمی کند. اگر عذاب خدا آید هیچ کسی در امان نیست و کسی هم آن را گرداندن نمی تواند. اهل ایمان که نجات یافته بودند خدا را شکر گفتند. وقالوا الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. کشتی در روی بحر حرکت میکرد. صحرا به یک بحر پرموج مبدل شده بود. بحری بزرگ حتی کوهها را پوشانیده بود. لحظه پیش یک صحرای خشکی بود، اما حاضر آب در همه طرف جاری می شود. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. کشتی در بالای آب روزها ماهها باقی ماند. خدا دانا است که کشتی چقدر روی آب بود. آب همه را غرق کرده بود. در زمین چیزی زنده نمانده بود مگر نوح علیه السلام و کسانی که ایمان آوردند، مگر نوح و یارانش.
هیچ چیز زنده نماند، نه از حیوانها و نه از آدمی، زیرا این عذاب خدا است. طوفان نیز یکی از لشکرهای الله است. نوح علیه السلام از خداوند خواهش میکرد، دستی دعا میبرداشت و میگفت: قال رب إن ابني من أهلي. چیزی که رخ داد شد، لیکن او پسری من است. دلم مشتاق او است. راست او پدرش است. قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فراموش کردی ای نوح، اینکه خداوند به تو گفته بود درباره ظالمان به من خطاب نکن. نوح نمیدانست، گمان میکرد پسرش ایمان دارد و آن را پنهان میکند. میگفت: خدایا پسرم از اهل من است و وعده تو حق است و تو بهترین حکم کنندگانی. خداوند در جواب به او گفت: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وقتی که انسان مؤمن نباشد، صله رحم و خانوادگی با او کنده می شود. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. از شنیدن این سخن نوح علیه السلام توبه کرد و از سؤال کرده خویش طلب آمرزش کرد. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. پس از مدتی طولانی، پس از گذشت ماه‌ها، نوح علیه السلام با همراهی امتانش خدا را شکر و سپاس می گفتند که آنها را از جمله نجات یافتگان گردانید. طوفان تمام شد. نوح علیه السلام برای دانستن جای خشکی کبوتری را روان کرد تا در گرد زمین پرواز کند. کبوتر بازگشت. هیچ اثری از زمین در پایش دیده نمی شد. بعد از گذشت چند مدت باز کبوتر را فرستاد. این دفعه در پایش نشانه از درخت زیتون را دید. دانست که آب کم شده ایستاده است. پس از چند مدت در پایش اثر خاک را دید. دانست که خشکی ها پدید شده ایستاده اند. قیل یا ارض بلعی ماءک و یا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر. آب کم شد و عذاب نیز دور شد. واستوت على الجودي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. و کشتی در بالای کوه جودی در عراق قرار گرفت. وقيل بعدا للقوم الظالمين. نوح علیه السلام با همراهی یارانش به زمین فرآمدند. خداوند آنها را از کافران و ظالمان نجات داد. در روی زمین غیر از آنها کسی نبود. تنها نوح با یارانش مانده بود تا که زمین را دوباره با طاعت و عبادت آباد کنند. نسل آدمی تماما قطع شده بود. تنها ذریه نوح علیه السلام و فرزندانش باقی مانده بود و خداوند انسانیت را دوباره از نو ساخت. مرة أخرى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. نوح علیه السلام با همراهی یارانش فرود آمد و خداوند آنها را نجات داد و تمام کافران را هلاک کرد تا اینکه پند برای دیگران باشد. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. نوح علیه السلام بعد از طوفان مدتی دراز زندگی کرد. با مردم دین خدا را می آموخت و رسالتش را بجا می آورد. در روی زمین جز این مؤمنان کسی نبود. نوح با همراهی آنها بود. 950 سال نوح علیه السلام مردم را دعوت به یکتاپرستی میکرد. امر معروف و نهی از منکرشان میکرد. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. در روی زمین غیر از اهل ایمان کسی نبود، لیکن هر آغاز را انجام است. نوح علیه السلام را نیز مرگ نزدیک شد. لحظه های آخری حیات.
نوح به بستر بیماری بود. در نزدش فرزندش. به او گفت من تو را وصیت میکنم. پسرش گفت وصیتم کن ای پدر. گفت گوش کن پسرم، اگر 7 آسمان و زمین در یک پره ترازو باشند و لا اله الا الله در پره دیگر، هر آینه لا اله الا الله وزنین تر است. ای فرزندم، اگر 7 آسمان و زمین حلقه شوند، لا اله الا الله آن را 2 نیم میکند. فاعلم انه لا اله الا الله. این است دعوت تمام انبیا. با این دعوت را آغاز میکنند و با این انجام میدهند. مردم بعد از مرگ نوح علیه السلام سالیان زیادی در توحید و یکتاپرستی بودند. لیکن چی شد؟ آیا آنها به یکتاپرستی باقی ماندند؟ آیا اهل ایمان بر ایمانشان ثابت ماندند؟ آیا یکتاپرستی باقی ماند و اهل ابلیس آنها را رها کرد؟ هرگز. یا بنی آدم، خداوند به فرزندان آدم خطاب می کند. به یکتاپرستی دعوتشان می کند. به آنها می الم گوید اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. شرک دوباره در روی زمین پیدا شد. شیاطین مردم را از دین خدا دور کردند. آره، نوح علیه السلام وفات کرد. آره، امانتش را بجا آورد. آره، رسالتش را رساند. اهل ایمان باقی ماندند، لیکن اهل توحید را شیاطین هجوم کردند. بار دیگر شرک کم کم در روی زمین در بین مردم پیدا شدن گرفت تا اینکه خیلی بزرگ شد. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتكونن من الخاسرین. سوال اینجاست که پس از نوح علیه السلام چی رخ داد؟ اولین رسول نوح علیه السلام بود و او یکی از پیامبران اولوالعزم بود. پس از نوح علیه السلام کی آمد؟ و کی بار دیگر مردم را به سوی توحید خواند و کی آنها را به سوی دین خدا برگرداند؟ و آیا خداوند مردم را در این حال رها کرد و با آنها کتاب و رسول نفرستاد؟ این همه را در برنامه آینده قصه پیامبران خواهیم شنید. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص